بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر امشب موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بحران و تنش‌ها در منطقه را با میهمان گرامی برنامه جناب آقای حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. درود بر شما جناب آقای شرفی، به استودیوی تیشک تیوی خوش آمدید. خیلی ممنون از محبت شما و درود میفرستم به همه بینندگان تلویزیون تیشک و برنامه صفحه دیگر. بله جناب آقای شرفی، همچنان که مستحضر هستید از روز شنبه مذاکراتی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه برگزار کردید. جناب عالی، به نظر جناب عالی نشست استانبول در چه شرایطی برگزار گردیده و فکر می‌کنین چه انجامی در بر خواهد داشت؟ اون چیزی مربوط به شرایط زمانی و موقعیتی دو طرف مذاکره کننده مربوط میشه اینه که کشورهای 5 به علاوه 1 به ویژه کشورهای غرب در این نشست از موقعیت بالاتر و برتری برخوردار بودن نسبت به طرف مذاکره که جمهوری اسلامی ایران بود. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی پای میز مذاکره رفت که در شرایط سختی به خاطر همین مشکلاتی که در اثر این تحریم ها و محدودیت هایی که براش در نظر گرفته شده و اعمالم شده پای میز مذاکره رفته و این شرایطشون با هم دیگه حتی در مقایسه با نشست های قبلی فرق میکنه. یعنی نشست این دفعه بالاجبار بوده در واقع از روی اجبار بود. نتیجه اون فشارهایی بوده که هم افکار عمومی و هم شرایطی که بر جمهوری اسلامی گذشته در واقع چنین موجبی را برای جمهوری اسلامی فراهم آورده. میخوام در این رابطه عرض کنم که به نظر گروه 5 به علاوه 1 همین که تونستن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیارن در واقع یک قدم به اهدافشون نزدیک شدن که قناعت کردن به جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به افکار عمومی جهانی و در واقع تا اینجا برای اونها مسئله بوده که خواستارش بودن. اما جمهوری اسلامی که در این شرایط نامساعد، در وضعیت نامساعدی که پای این میز مذاکره رفته، در واقع اونم 2 هدف رو تعقیب کرده. بله. یکی این که مثل گذشته میخواد در این مذاکراتی که شنبه برگزار شد به گونه‌ای ظاهر بشه که از فضای نسبتاً مناسبی برای این مذاکره استفاده بکنه و تلاش بکنه که فضا مناسب باشه، به خاطر اینکه نوعی خوشباوری در کشورهای طرف مذاکره ایجاد بکنه که واقعا جدی اومده پای میز مذاکره و اونها رو به گونه‌ای وانمود کنه برای این طرفهای مذاکره که این نشست بی تأثیر نیست، اما نشست‌های آتی نتایج شاید بهتری در بر داشته باشند. یعنی اونها رو امیدوار بکنه به ادامه مذاکرات به این هدف که کسب وقت بکنه، زمان بخره و این چیزی است که در گذشته هم همین کار رو کرده بود، اما اون موقع با بی‌توجهی به افکار عمومی، با لحنی نامناسب در روابط بین المللی و سرپیچی از خواستایی که جامعه جهانی داشت این کار رو میکرد. اما این دفعه همون کار رو اما به شیوه دیگری و در قالب ملایمت و اینها کرده که کسب وقت بکنه و کشورهای طرف مقابل خودشو امیدوار بکنه به این که این مذاکرات ادامه خواهد داشت. اما مسئله دیگری هم که برای جمهوری اسلامی علاوه بر کسب وقت در این رابطه مهم بود اینی که جمهوری اسلامی در واقع در این نشست نه تنها
تا حالا مسئله عنوان نشده که این خوشباوری هایی که تا حالا اظهار شده واقعا بشه روش حساب کرد، اما جمهوری اسلامی این امیدو داده که ممکنه در آینده این نشست ها مثمر ثمر باشند. بنابراین بیشتر به خاطر کسب وقت و در وهله دوم به خاطر اینه که در این فاصله زمانی تا اونجا که مقدور باشه از فشارهایی که در اثر تحریم ها براش به وجود اومده بکاهد و اگر نشد حداقل از فشار بیشتر بر خودش جلوگیری بکنه. ولی در این زمینه ببخشید، در این زمینه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که وقت در واقع برای ایران نامحدود هست، یعنی نمیشه که همیشه وقت کشی بکنه و مدام بحث مذاکرات بعدی رو به میان بکشه، هرچند مذاکرات بعدی قرار در بغداد برگزار بشه. قرار دور دوم این مذاکرات در 3 خرداد در بغداد انجام بگیره، اما این که میگن زمان نامحدوده، درسته. زمان برای چی نامحدوده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد که اومده، اما مطمئنا جمهوری اسلامی میخواد وقت بیشتری در اختیار داشته باشه و اگر احساس بکنه که غربی ها درک کردن که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره اومده به خاطر فشارهایی که بریش وارد شده، معمولا نباید این فشارها رو در این فاصله زمانی که جمهوری اسلامی میخواد بکاهند ازش، بلکه باید فشارها رو بیشتر بکنن که جمهوری اسلامی با قناعت بیشتری و برای نشست واقعی تری پشت میز مذاکره بنشین. بله. آیا فکر میکنیم واقعا جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی عمل میکنه؟ اصلا مذاکرات رو جدی میگیره جمهوری اسلامی؟ بستگی به شرایط داره. اولا جمهوری اسلامی تا حالا مذاکرات متعددی رو خیلی هم با اهمیتی رو تا حالا انجام داده در مقاطع مختلفی، جنگ با ایران و عراق، مسئله گروگانگیری های آمریکا، اینها. این تا حالا سیاستش این بوده، اون که ما به ظاهر میبینیم که تا اون جایی که مقدوره و میتونه مقاومت میکنه و سرپیچی میکنه، ولی وقتی احساس بکنه که مسئله جدی است و ادامه این سیاست ممکن است خطرات جدی رو متوجه جمهوری اسلامی ایران بکنه، احتمالاً تن به بعضی سازش‌ها یا بعضی توافقات میده که برخلاف اون چیزهایی بوده که در سابق ادعا کرده. نمیشه کاملا دقیق پیش بینی کرد که اصلا جمهوری اسلامی به همچون توافقاتی تن نمیده و نمیشه هم با توجه به سوابق رفتاری جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کرد که این اظهار خوشبینی هایی چی میشه و شاید هم از خوشباوری طرف های مذاکره ناشی میشه واقعا نتیجه کاملا ملبوس و دلخواه طرف های مذاکره کننده رو در بر داشته باشد، به دلیل اینکه فعلا قدم اول هست و همه معترفن به این، ولی تا رسیدن به اون مقصد، حالا مقصد از دید جمهوری اسلامی با امتیازاتی که شاید بخواد و تعهداتی شاید بخواد و با دیدی که طرفهای مذاکره کننده برای مسئله خاتمه دادن به مسئله هسته ایران مورد نظر دارن، هنوز زمان زیادی میطلبه و هنوز راه درازی در پیش داره. آیا فکر میکنیم واقعا جمهوری اسلامی مسئله اتمی رو به پایان برسونه؟ آیا واقعا فکر میکنین جمهوری اسلامی با غرب سازش خواهد کرد و این مذاکرات تا چه حدی به نفع اپوزیسیون ایران، به نفع مردم ایران خواهد بود اگه در صورتی که جمهوری اسلامی ایران سازشی با غرب داشته باشه؟ واقعا من بر این باورم که جمهوری اسلامی اگر مسئله دستیابی به سلاح هسته‌ای براش مسئله حیاتی و حیثیتی باشه و اگر برای طرفهای مذاکره کننده هم این مسئله خط قرمزی باشه که اجازه ندن جمهوری اسلامی
به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در نتیجه میتونیم آینده ناموفقی رو برای این مذاکرات در نظر بگیریم. اما اگر دو طرف تا حدی از مواضع خودشون تنازل بکنن و مسائلی رو مطرح بکنن که تا اندازه‌ای قناعت طرف مقابل رو هم به وجود بیاره، میشه گفت که احتمالاً. اما اگر نظر شخصی خودمو بخواهی، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ممکنه در یک مقطعی بر حسب یک توافقاتی مسئله هسته‌ایشو نه کنار بگذاره، به تأخیر بیاندازه، ولی نهایتاً این رژیم با توجه به کاری هایی که انجام داده، با توجه به مخفی کاری هایی که کرده، با توجه به سرپیچی هایی که در رابطه با روابطش با دنیای خارج از خود نشون داده، فکر نمی کنم به این سادگی و برای همیشه این برنامه هسته‌ای منجر به دستیابی به سلاح هسته‌ای رو کنار بگذاره. آیا فکر میکنین در این میان اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان دشمن اصلی خود میبینه و جمهوری اسلامی هم همچنین اسرائیل رو خواستار اینه که اصلا از روی نقشه زمین در واقع محو بشه، آیا تکلیف اسرائیل با جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا احتمال این هست که اسرائیل و در نهایت به پشتیبانی آمریکا و غرب حمله نظامی به تأسیسات اتمی که هست در ایران بشه؟ در شرایطی که این مذاکرات شروع شده و همونطور که اعلام کردن ادامه هم خواهد یافت، در این مقطع زمانی که مذاکرات در جریان هست، من فکر نمی کنم نه کشورهای مذاکره کننده یا غرب به طور کلی یا حتی اسرائیل دست به اقدامی بزنن که فضای این نشست ها و این مذاکرات رو به هم بزنه یا از مسیر اصلی خودش خارج بکنه. یکی هم شاید از اهدافی که جمهوری اسلامی از این مذاکرات تعقیب میکنه همینه که این تهدیداتی که جدی یا غیر جدی تا حالا شده، دیگه از این به بعد این لحنها تا ادامه مذاکرات، تا زمانی که این مذاکرات در جریان هست، این لحنها تغییر خواهد کرد و چون این اقداماتی هم هرچند قبل از این مذاکرات هم امکان عملی شدنش زیاد نبود، ولی در شرایطی که این مذاکرات در جریان هست چون این چیزهای حتی در حد تبلیغ و در حد بیان و گفتار هم شاید مطرح نباشه. ولی در همین شرایط که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 ادامه داره، از سوی در خبرها آمده است که کشتی در بنادر سوریه متوقف گردیده که سلاح‌های نظامی در داخل آن بوده و توسط جمهوری اسلامی ایران برای رژیم سوریه ارسال شده است. اون موقع در چنین شرایطی که ایران داره مذاکره میکنه در مورد برنامه اتمیش، چطور شما تحلیلتون در این خصوص چیست که مدام کمک رسانی میکنه به رژیم‌های سوریه، دخالت میکنه در امور کشورهای منطقه و کمک میکنه، یاری میرسونه به حزب الله لبنان، به گروه‌های شبه نظامی که دشمن واقعی اسرائیل و در واقع تا حدودی تروریست هستند؟ کاملا درست میفرمایید، ولی اینها مسائلی نیستند که از دیدگاه افکار عمومی مردم جهان یا کشورهای تأثیرگذار یا کشورهای کمتر تأثیرگذار پنهان شده باشه. اینها رو میدونن، ولی الان در شرایط فعلی مسئله هسته‌ای ایران در اولویت اینجور مسائل قرار گرفته، اما بعید نیست که جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده خودش مسائلی رو مطرح بکنه برای پیشبرد مذاکرات و ادامه مذاکرات، از جمله مثلا پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت دوباره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارجاع داده بشه، یا مسئله سوریه و حمایت از حکومت بشار اسد رو به گونه‌ای مطرح بکنه. یعنی اینها مسائلی هستند که احتمالاً هرچند در اولویت نیستند در این مذاکرات به نسبت مسئله هسته‌ای، ولی در حاشیه این مسئله شاید اینها هم مطرح بشن. اما چیزی که کاملا مشخصه و حتی خود جمهوری اسلامی هم به آن معترفه،
حمایت بیدریغش از حکومت بشار اسد و هم در ارسال نیرو در حدی و با توجه به نیازهایی که ارتش سوریه داره و هم تجهیزات نظامی و هم سوخت نفت و هم بسیاری از چیزهای دیگری که به لحاظ تأثیرگذاری در شرایط فعلی میتونه کمک بکنه به موقعیت بشار اسد در رویارویی با مخالفین و اعتراضات داخلی، دریغ نخواهد کرد. این هم که میگه نباید کشورهای دیگر در امور داخلی سوریه دخالت نظامی بکنن یا به طور کلی دخالت بکنن، امریه که هم جمهوری اسلامی هم روسیه هم که همچنین ادعایی را داره، قبل از همه و بیشتر از هر کسی اونا عملاً و به گونه حتی به صورت نظامی هم دخالت کردن. بله. در مورد طرح کوفی عنان و در مورد سوریه بحثایی هست که همکنون صحبت‌ها اینه که در واقع آتش بس برقرار گردیده، هرچند بعضی از اپوزیسیون بر این باورن که هنوز آتش بس از سوی رژیم سوریه برقرار نگردیده. ولی جمهوری اسلامی از طرفی داره مذاکره میکنه، رژیم سوریه هم از طرفی داره در واقع اعلام کرده که آتش بس رو داره اجرا میکنه. ولی آیا واقعا هر دو، هم جمهوری اسلامی و هم سوریه، دارن وقت کشی میکنن یا دارن تجدید قوا میکنن؟ در واقع نظرش جناب عالی در این خصوص چیه؟ چون بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورن که رژیم سوریه داره تجدید قوا میکنه در این مدت و در واقع تنظیم میکنه، تنظیمات نظامی داره انجام میده در این مدت آتش بس. ببینید این مسئله آتش بس و این طرحی که آقای کوفی عنان ارائه داده و تا حالا هم پذیرفته شده از هر دو سو، مسئله که در واقع از دید مخالفین بشار اسد و از دید دولت بشار اسد نگاه کردنش به این مسئله متفاوته. مثلا حکومت بشار اسد فکر میکنه که این طرح یعنی این که مخالفین بره خونه هاشون دیگه اعتراض نکنن، دیگه صدای اعتراضشون به خیابون ها و معابر عمومی و اماکن عمومی نکشه و مسئله تمام بشه. در حالی که مسئله بیشتر اینه که دست آقای بشار اسد از این سرکوب بیرحمانی که تا حالا در ابعاد وسیعی انجام داده کوتاه بشه. از دید مخالفینم این حق برای خودشون علی رغم این آتش بسی که خودشون پذیرفتن و اونها بیشتر از خیلی هم بیشتر و جدیتر از حکومت بشار اسد پابند بودن به این آتش بس، اونها هم این حق برای خودشون قائل هستند که اگر نه به صورت نظامی نه به صورت اون اندک کارهای نظامی که در دفاع از خودشون در مقابل ارتش سوریه میکردن اینها رو اگه کنار بزنن، اما به صورت مسالمت آمیز مثل اوایل بیان خیابون ها، دیگه ارتش نباید اینا رو سرکوب بکنه. یعنی نگاه اپوزیسیون حکومت سوریه به نسبت آتش بس در واقع متفاوته و همینم موجب اختلاف هست. اما آقای بشار اسد به همین طرح یه مقدار امیدواره، همونطور که اشاره کردید، برای اینکه خب زمان رو در اختیارش میذاره. علاوه بر این پشتگرمی و دلگرمی هم به مساعدت ها و به حمایت های چین و روسیه و جمهوری اسلامی هم اونو بیشتر مصر کرده که بر مواضع خودش پابرجا باشه و در این میان نقش ترکیه هم نباید نادیده گرفت که فعالانه و خیلی هم صریح و کشورهای عربی خلیج فارس هم همینطور خیلی صریح و بی پرده از مخالفین بشار اسد حمایت می کنند و موضع جمهوری اسلامی هم در واقع نسبت به این قضیه همینه که حتی جمهوری اسلامی میگه اگر اصلاحاتی هم در سوریه صورت بگیره باید در رأسش آقای بشار اسد باشه. خب بشار اسد اگر تمایلی به اصلاحات داشت خودش میکرد، یا اگر در اثر این خیزش ها و نارضایتی ابراز کردن مخالفین میخواست جواب مثبتی بده خب میداد.
ولی از ماهیت رژیم بشار اسد به دور دیده میشه که بخواد نظر مخالفین رو جلب کنه و آتش بس رو به شیوهی رعایت بکنه که به یک موقعیت مناسب و به یک شرایط آرامی به کشور سوریه برگردان. بله، کوتاه میخوام در این خصوص صحبت بفرمایید که بحثی کردین در خصوص اصلاحات. آیا واقعا در رژیم‌های همانند سوریه و جمهوری اسلامی اصلا اصلاحات به چه معنی هست از دید جمهوری اسلامی و دید رژیم سوریه و از دید اپوزیسیون در واقع اصلاحات چیست و آیا امکان اصلاحات در این نظام‌ها وجود داره به نظر جناب عالی؟ من فکر می‌کنم امکان اصلاحات به اون صورت وجود نداره. چرا؟ چون هم جمهوری اسلامی هم حکومت بشار اسد و حکومت‌های دیگری از این دست اصلاً باورشون این نیست، به فکرشون خطور نکرده که در دستگاه حاکمه اونها در شیوه کشورداری اونها نقصی وجود داره تا احتیاجی به اصلاح داشته باشه. اونها اون چی را که بنیان نهادن و اون شرایطی رو که بر مردم تحمیل کرده اند اینو واقعاً یه مدینه فاضله و یک شرایط بسیار بسیار ایدئالی میدونن که برای مردم فراهم کردن. بنابراین اصلاحات از نظر اونها مفهومی نداره و حتی شایدم اصلاحات رو به اون گونه‌ای که مردم میخوان در جهت نفی وجودی خود ببینن. بله، در میان این تنش‌ها، در میان این بحران‌هایی که منطقه را فرا گرفته از سوی مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی، از سوی مسئله سوریه، در این میان، در این وضعیت ناآرام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به جزایری سفر میکنه، به ابو موسی، به جزیره ابو موسی سفر میکنه و این تنش رو بیشتر میکنه، علل خصوص میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی خلیج فارس. آیا واقعا هدف محمود احمدی نژاد در این موقعیت از این سفر چیه و تحلیل جناب عالی در این خصوص چیست؟ عرض کنم بحران آفرینی و تنش‌زایی جزو ماهیت رژیم جمهوری اسلامی است. ولی هر رژیم دیگری بود در چنین شرایطی دست به چنین کاری نمیزد، جایی که هنوز طرف مقابلی روبرو داره که اونم مدعی هست نسبت به این جزایر. حالا صرف نظر این که این جزایر خب سابقه تاریخی دارن، هم برای ایران و هم بخش کمتر و کوچکترش هم برای امارات، ولی خیلی وقتی که این مسئله مطرحه و امارات میخواد اینو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده یا به نهادهای دیگری که معمولا به این جور مشکلات رسیدگی میکنن، ولی جمهوری اسلامی همیشه گفته که نیازی نیست، اینو خودمون میشینیم و بحث میکنیم، نمیگه حل میکنیم. به دلیل این که اولا جمهوری اسلامی خب مالکیت این سه جزایر رو یک چیزی میدونه، یک حقیقتی میدونه که اصلا قابل بحث نیست. اما اگر میگه میشینیم با امارات صحبت میکنیم، این دیگه نمیتونه معنی داشته باشه. خب این ادعایی هست، مالکیت ایران هست، میتونه در خیلی جاها اینو با مدارک و با اسناد اثبات بکنه. اما مسئله سفر به این جزیره در این شرایط واقع عکس العمل هست. یعنی مثلا شما ملاحظه بفرمایید این مسئله‌ای که دوستان مردم سوریه در ترکیه نشست داشتن و کشورهای زیادی هم نزدیک به 80 کشور هم در اونجا حضور داشتن، این برای جمهوری اسلامی امری ناخوشایند بود، ولی همینم باعث شد که گرچه قبلا توافق شده بود نشست 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی در استانبول صورت بگیره، جمهوری اسلامی بغداد و دمشق رو مثلا پیشنهاد کرد، هرچند بعداً دوباره قبول کرد و دیگران هم قبول کردن که بار دیگر در بغداد صورت بگیره. این هم در واقع اون عکس العملیه در این شرایط، ولی عکس العمل نامناسبی که در رابطه با کشورهای خلیج حاشیه جنوبی خلیج فارس نشون میده که حمایت میکنن از
اپوزیسیون حکومت بشار اسد. این جنجال آفرینی مسئله ای هست که در این شرایط میتونست این کار رو نکنه، ولی عرض کردم تنش‌زایی و بحران آفرینی جزو یا بخش عمده ای از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی است. بله جناب آقای شرفی، موقعیت جمهوری اسلامی به نظر جناب عالی در منطقه و علل خصوص در مناطق عربی خلیج در چه موقعیتی هست جمهوری اسلامی؟ آیا موقعیت جمهوری اسلامی ایران به نسبت اوایل انقلاب 57 تا کنون چه تغییراتی کرده؟ آیا این موقعیتی که داشته از دست داده یا بیشتر تونسته موقعیتش رو به دست بیاره در واقع؟ نه، متاسفانه از همون اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی کشورهای عربی با دیده شک و تردید به این رژیم نسبت به مصالح و منافع خودشون نگاه کردن. از اون زمان با توجه به این تردیدهایی چه داشتن و بدگمانی هایی چه داشتن، از اون زمان مسائل دیگری هم پیش اومده که این گمان اونها رو در این که جمهوری اسلامی در منطقه خطرناک است درصدش رو خیلی بالا برده. جنگ ایران و عراق خب یک کشور عربی بود و کشورهای عربی آشکارا یا پنهان از عراق حمایت می‌کردن در مقابل جمهوری اسلامی. مسائلی که جمهوری اسلامی با دنیای خارج خودش داره معمولاً با غرب داره، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در کنار غرب قرار گرفتن. الان که مسئله سوریه پیش اومده جهتشون مقابل هم دیگره، اونا از بشار اسد حمایت میکنه، اونها از اپوزیسیون بشار اسد حمایت میکنن. مسئله هسته‌ای که در جریان هست مسئله نیست که کشورهای عربی خلیج فارس اینو تهدیدی برای خودشون خب دلیل مجموعه این مسائل اونهایی هستند که رژیم جمهوری اسلامی در موقعیتی در منطقه قرار بگیره که کشورهای عربی یه مقدار از اون فاصله بگیرن. حتی غیر عربی مثل ترکیه هم که تا چند روز پیش روابط حسنی تری حدی اقل از حالا با جمهوری اسلامی داشتن، الان یه مقدار روابطشون نمیشه تونیم بگیم که کاملا به تیرگی گراییده، ولی یه سردی درش به وجود اومده. بله، دلیلش رو در چی میبینین که موقعیت جمهوری اسلامی در واقع این چنین شده در حالی که جمهوری اسلامی خودش رو یک کشور اسلامی به تمام معنا قلمداد میکنه و کشورهای خلیج هم در واقع کشورهای اسلامی و عربی هستند؟ دلیلشو میتونیم در چند مسئله ببینیم و بهش اشاره بکنیم. یکی این که جمهوری اسلامی علاوه بر اون نکاتی که ذکر کردم و موجب اختلاف هست بین کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای منطقه، حتی با جمهوری اسلامی مسائل دیگری هم وجود داره. جمهوری اسلامی عملاً در امور داخلی این کشورها مداخله کرده. در عربستان سعودی کارهای انجام داد و روابط رو تیره کرد. در بحرین به حمایت از گروه‌هایی برخواسته که در مقابل با حکومت مرکزی وضعیتی پیش آوردن که نارضایتی هاشون بیشتر جلوه پیدا بکنه. همه اینها مسائلی هست که این کشورها میدونن جمهوری اسلامی نیرومند نه تنها فقط در وضعیت فعلیش برای اونها خطرناکه، حالا اگر این رژیم با این بحران آفرین، با این دخالت هایی که در کشورهای منطقه حتی در کشورهای دورترم انجام میده، این رژیم نمیتونه موجبی باشه برای مودت و دوستی و برای رفاه و آسایش و روابط حسنه در منطقه. اینه که مرتب ازش کنار میکشن و اون جایی هم چه روابطی باش دارن در واقع نوعی مدارا میکنن با واقعیتی که به عنوان جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره. بله، جمهوری اسلامی همچنان که جناب عالی فرمودین در منطقه از موقعیت خوبی برخوردار نیست، اما همزمان در داخل جمهوری اسلامی هم اختلافاتی وجود داره، من جمله اختلافات مجلس و دولت و حتی مسائل دیگری، علل خصوص مسئله
اختلاس بزرگ مالی در ایران با وجود بحران مالی و بحران اقتصادی که بر ایران حکم فرماست، یک اختلاس بزرگ مالی در بانک‌های ایران میشه و اختلافاتی هم بین مجلس و دولت هست. به نظر جناب عالی اختلافات دولت و مجلس به کجا ختم میشه و مسئله دادگاه اختلاس بزرگ مالی در نهایت در کجا پایان میابه؟ اون چه مربوط به اختلافات مجلس، یعنی قوه قانونگذاری با قوه مجریه با دولت و رئیس جمهور وجود داره، خیلی علنیه. اما اون چه تجربه نشون داده تا حالا، همیشه مجلس در اینجور موارد عقب کشیده در مقابل دولت. این که اصلا اختلافی نباشه هست، جدی هم هست در حد درونی رژیم. بله. اما به دلیل اینکه نه دولت اون اختیاری رو داره که باید داشته باشه، نه مجلس اون موقعیت و اون اختیاراتی که باید داشته باشه داره، در رأس هر دوشون یک کسی دیگری هست که این وضعیت رو کنترل میکنه، یکی رو جلو میبره، یکی رو عقب میکشونه و وضعیتی پیش میاره که اینجور مسائل در عین حال که جدی هست اما از دایره محدود درون رژیم فراتر نره و موجبات جنجال زیادی هم نشه. بنابراین میبینیم دیگه، چند بار گفتم فلان وزیر رو میخوان استضاء بکنن، نشد. احمدی نژاد بیاد پاسخ بده، اومد یه پاسخی داد که از دید نمایندگان مجلس کاش اصلا نمی اومد و پاسخ نمیداد. اعتراض به انتصاباتی هست که احمدی نژاد انجام میده، مجلس ناراضیه. ولی اینها مسائلی هستند که وضعیت داخلی رژیم رو دچار نوعی آشفتگی، نوعی به هم زدگی کرده. اما به دلیل وجود ولی فقیه و به دلیل اینکه هم هر دو قوه از قدرت واقعی و اختیارات قانونی که باید داشته باشند یا ندارن، یا اگه دارن قادر به استفاده از اون نیستند، اینجور اختلافات بی تأثیر نیست، اما چندانم تأثیر گذار نیست که در موقعیت جمهوری اسلامی به طور شکننده تأثیر گذار باشه. در خصوص اختلاس بزرگ ما، در مورد این که دادگاهش همین یکی دو روز هم که خب دیدیم برگزار شد، این اختلاس در نظام جمهوری اسلامی درست بزرگ هست، اما نه اولیش نه آخریش. در این نظام از همچون اختلاسایی بسیار شده. اما همینم که میخوان محاکمه بکنن و کسانی رو پای میز محاکمه میکشانن، برای افکار عمومی یه مسئله‌ای هست، یه تسکینی شاید از نظر جمهوری اسلامی باشه. ولی همین خودشون معترفن که پشت این قضیه کسانی هستند که به دادگاه فراخوانده نمیشن، کسانی هستند که زورشون از زور دادگاه و از قوه های دیگر سگانه هم بیشتره. بنابراین وقتی کسانی به این اختلاس‌ها، به این خلافکاری‌ها و به این فسادها دست میازن، مطمئن هستند از اینکه پشتشون به جای گرمه و دستشون به جایی بنده که دست دیگری نمیتونه بالا دست اون دست بیاد. بنابراین اینو یه جوری همونطورم که قبلا هم این مسئله وقتی در اوایلش افشا شد، خامنه‌ای صریحاً گفت این مسئله هست ولی زیاد کشش ندید، زیاد رسانه‌ایش نکنید فلان. تمام شد رفت. اینها مسائلی هستن که روزانه مردم باهاش زندگی میکنن، میبینن هر روز. ولی خب متاسفانه نه دولت پاسخگویی هست، نه مجلس پاسخگویی هست و مردم ایران تا جمهوری اسلامی روی کار باشه، بر سر کار باشه، مطمئناً از این مسائل بسیار دیدند و بسیارم خواهند دید. بله، در خصوص مجلس صحبت کردیم، علاوه خصوص اختلافات بین دولت و مجلس. هر حال جمهوری اسلامی ادعا میکنه که مجلس صدای مردمه، صدای ملت در واقع،
و نمایندگان ملت هستند. یعنی در واقع ملت به گفته خود جمهوری اسلامی، ملت اختلاف داره با دولت. یعنی این صحبتیه که جمهوری اسلامی میکنه. ولی در این میان همه ما بر این واقفیم که مجلس جمهوری اسلامی چگونه برگزار میشه، این انتخابات جمهوری اسلامی چگونه برگزار میشه. اما در این میان عده‌ای از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، عده‌ای از اپوزیسیون در خصوص یک انتخابات آزاد در ایران صحبت میکنند با وجود رژیم جمهوری اسلامی. نظر جناب عالی در این خصوص؟ عرض کنم مسئله این چه دولت و مجلس اشاره کردیم اختلاف دارن و مجلس رو نماینده مردم و صدای مردم میدونن، اگر از بحث قانونیش بگذریم فقط به انتخاباتش نگاه کنیم، خب رئیس جمهور هم در رأس قوه اجرایی با رأی مردم انتخاب میشه، نمایندگان مجلس هم چه گویا نماینده مردم هستن گویا با رأی مردم انتخاب شدن. یا هر دوش واقعی مردمن یا هیچ کدومش واقعی نیست، چه نیست. بله. اما انتخابات در جمهوری اسلامی اصلا مفهوم نداره. انتخاباتی که آزاد نیست، مردمی که نمیتونن به کاندیدای مورد علاقهشون انتخاب بدن، قبل از اینکه مردم انتخاب بکنن جمهوری اسلامی براشون انتخاب کرده، منتها به جای یکی دوتا، به جای یکی سه تا میگه خب از اینایی که من انتخاب کردم شما یکی انتخاب بکنید. تازه به اینم قناعت نمیکنه، دست تو صندوق ها میبره و از این دوتا سه تای مورد تایید خودش مورد تایید ترینشو بیرون میاره. بنابراین این انتخاباتی. اما این به لحاظ جمهوری اسلامی امری که دیگه به سیمای این رژیم دوخته شده و سیمای این رژیم را با این خلافکاری ها و بیباوری ها به انتخابات آزاد میشناسن. اما اپوزیسیون وقتی اینو میگه واقعا نمیدونم، من تصورم اینه این انتخابات آزاد با وجود جمهوری اسلامی برگزار میشه. اساساً اگر منظور این باشه اساساً باید بر این باور داشته باشن که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد ممکنه. چندین چیزی نیست. حتی خود اونایی که این ادعا رو میکنن میگن که جمهوری اسلامی باوری به انتخابات آزاد نداره. اگر بعد از جمهوری اسلامی منظورشون انتخابات آزاد بعد از جمهوری اسلامی هست، که در این صورت الزاماً باید جمهوری اسلامی برنامه‌ای داشته باشن اپوزیسیون که این رژیم بره، اون موقع بحث انتخابات آزاد رو پیش براندازی بشه، براندازی نظام جمهوری اسلامی بشه، بعداً یک انتخابات. اگر مانع انتخابات آزاد جمهوری اسلامی بله باید برداشته بشه، حتی از دید اونها میگم. ولی اگر در جمهوری اسلامی میگن اصلا در جمهوری اسلامی مجالی برای انتخابات آزاد نیست. اگر حالا انتخاباتی بشه نمایندگان سازمان ملل هم برن با همین قانون و با همین وزارت کشور و هزارها ناظرم در گوشه و کنار ایران بذارن، باز هم همونهایی که اپوزیسیون نمیخواد سر از صندوق ها در میان. بنابراین این یک مسئله، یعنی یک نوع بگم خودفریبی توهمه که بالاخره حالا چه کارهای دیگری رو نمیتونیم بکنیم یه چیزی بکنیم که میتونیم که اونو هم نمیتونن. بنابراین من اعتقاد دارم این شعار درستی نیست، این راه درستی هم نیست، به نتیجه هم نمیرسه. بالاخره این رژیم یا اعتقاد به آزادی داره، به انتخابات آزاد داره، که در این صورت اپوزیسیون خوب باید از این طریق برن و از طریق آرای مردم و از طریق صندوق ها نظرات خودشونو تثبیت بکنن در جامعه. البته ولایت فقیه هم در واقع وجود داره. آیا با وجود ولایت فقیه اصلا انتخابات آزاد ممکن هست، یا آیا واقعا با برداشتن ولایت فقیه میشه در داخل این نظام انتخابات آزاد برگزار کرد؟ در این نظام نه اصلاحات واقعی صورت میگیره، در این رژیم نه انتخابات آزاد صورت میگیره. بالاخره اپوزیسیون دو راه پیش پا داره، در جلوی خودش میبینه یا باید به گونه‌ای با این رژیم کنار بیاد یا باید
به هر شکل ممکن با این رژیم مبارزه بکنه و خواستهای واقعی مردم رو دنبال بکنه و این خواستهایی که مردم عنوان کرده اند با بودن جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی تحقق پذیر نیست. حالا بعضیا میگن اینها مسائل انتخابات آزاد اینها را اگر پیش بکشیم، خب این افکار عمومی دنیا و محافل بین المللی مسالمت آمیز بودن مبارزه ما رو درک میکنن. مردم ایران همیشه مبارزه مسالمت آمیز کرده. قهر از سوی جمهوری اسلامی بوده، کشتار از سوی جمهوری اسلامی بوده، ترور از سوی جمهوری اسلامی بوده. رژیمی که با این ویژگی ها شناخته میشه در دنیا تم به انتخابات آزاد میده. بله. حالا بس شد در خصوص اپوزیسیون. جناب عالی موقعیت و وضعیت اپوزیسیون ایران، وضعیت اپوزیسیون کردستان و به کل وضعیت اپوزیسیون رو چجوری میبینید؟ به طور کلی فضایی که بر روابط سازمان ها، احزاب و نیروهای اپوزیسیون حاکمه متفاوت هست از اون فضای ناخوشایندی که در سالهای قبل وجود داشت و بیشتر از این که به رژیم مبارزهشون یا خطابشون علیه رژیم باشه، علیه سازمان های اپوزیسیون بوده. خوشبختانه الان این فضا تغییر کرده و فضا آرومتر، روابط مسالمت آمیزتر و نشست هایی که شاید در سالهای قبل امکان پذیر نبود این سازمان ها در کنار هم بشینن، الان میشینن با همه اختلافاتی که به لحاظ نظری و به لحاظ سیاسی با هم دیگه دارن. فضا مناسبه، اما متاسفانه تا حالا این فضای مناسبم نتونسته یه همگرایی، یه تشکل بزرگی رو که بتونه تأثیرگذار باشه در داخل کشور و بتونه تأثیرگذار باشه در مبارزه با جمهوری اسلامی. تأثیرگذار هر سازمانی به نسبت خودش هست، ولی در کل اون تأثیری که مورد نظر مردم ایران منظورم هست متاسفانه ندارن. نشست هایی میشه در استکهلم، میشه در آمریکا، میشه در آلمان، میشه در انگلستان، میشه، ولی همه اینها خوبه که از افکار همدیگه مطلع بشن، از خواستهای همدیگه مطلع بشن، راهکارهایی که هر کدوم پیشنهاد میکنه دیگران مورد مطالعه قرار بدن، همش خوبه، ولی هنوز راه مونده طی بشه تا به اون نقطه‌ای برسن که یک وحدت و همگرایی، من نمیگم بین همه احزاب، حداقل بین اونایی که راه حل‌هاشون برای رهایی ایران به هم دیگه نزدیک، معتقد به دموکراسی هستن، حقوق بشر هستن، حقوق ملیت‌های ایران هستن و برابری زن و مرد در جامعه هستن، اینا میتونن تشکلی به وجود بیارن. هرچند اونها چقدر امیدواریم به اینکه این همبستگی و این تشکل به وجود بیاد در واقع. والا فعالیت هایی که میشه و نشست هایی که عرض کردم شکل گرفته تا حالا در واقع از امیدواری سرچشمه میگیره. اگر ناامیدی به طور قطع وجود داشت این نشست ها صورت نمی گرفت، ولی باید امیدوار بود و اصولا به عنوان یه ضرورت بهش نگاه کرد که احساس میشه میکنن، بنابراین وقتی احساس میکنن که باید تشکل بزرگتری از اکثر نیروها تشکیل بشه، خودش جای امیدواری، هرچند هنوز اون ثمره رو نداده که میبایستی حتی پیشتر از کنون هم میداد، ولی خب نداده. امیدواریم این ضرورت باعث بشه که این سازمان ها به هم دیگه نزدیکتر بشن و بتونن حول یک برنامه سیاسی برای آینده ایران به توافق برسن. اون چه مربوط به کردستان هست در واقع فرق میکنه با نیروهای سراسری یا سازمانهایی که مدعی میکنن جزو سازمانهای سراسری هستن. اون در کردستان مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع بین احزاب کرد اگر به هر لحاظی
با هم اختلاف نظر داشته باشند در مبارزه با جمهوری اسلامی اختلاف نظری ندارند. همین مسئله انتخابات آزاد و مسئله هم نظر هستند. در مقاطعی هم که مسئله پیش میاد میبینید که مواضعشون اگر با یک بیان و طبق یک ائتلاف ظاهر نمیشه، در عمل میبینید که مواضع چیه؟ همون موضعی که نسبت به تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفتن. برهن اونجا اون مسائل هست و در نتیجه فکر میکنم اون مشکلی، اون موانعی که بر سر راه تشکل بزرگتری از نیروهای سیاسی ایران وجود داره در کردستان هست، اما تا این حد نمیشه گفت وجود داره. ولی اونم به نوبه خودش یک ضرورته که نیروهای سیاسی کردستان که سالهاست مبارزه علیه جمهوری اسلامی را دوش به دوش همدیگه میارن، خواستها به همدیگه نزدیک و روابط نسبت به گذشته صمیمانه تر، مسالمت آمیزتره. بنابراین من فکر میکنم در وهله اول ضروری است که نیروهای سیاسی کرد با همدیگه همگرایی بیشتری، همکاری بیشتری، هم یک صدایی بیشتری را از خودشون نشون بدن که شاید اون کمک بکنه در اون تشکل نیروهای سراسری هم مؤثر واقع بشه. بله، خیلی متشکر جناب آقای حسن شرفی، جانشین دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب، از شرکت جناب عالی در برنامه صفحه دیگر و تلویزیون تیشک تیوی. منم به شما خسته نباشید عرض می کنم و بار دیگر تشکر می کنم از بینندگان تلویزیون تیشک که حوصله به خرج دادن و این برنامه رو مورد توجه عنایت خودشون قرار دادن. خیلی متشکر. بینندگان تلویزیون تیشک، به پایان برنامه امشب صفحه دیگر رسیدیم. تا صفحه دیگر، بدرود، شب خوش، خدا نگهدار.